آرزو سیگاری هم نیستی، عصبی میشی میکشی. آخ یکی هم پیدا شد منو درک کنه. تو اسم چی بود؟ یعنی چی؟ مثلا من حافظه‌مو از دست دادم. خیلی مسخره. هیچی، ما گفتیم شد مسخره، الان نیما میگفت بامزه بود. نیما از این حرفا میزنه؟ نیما مگه حرفم میزنه؟ من با خاطر خودت میگم، والا من که دوم به تله نمیدم. تو خودت تله‌ای. سینا یکم جدی باش. جدی الان چیکار کنی؟ نمیدونم، هنگم منگم همه چی ریخته به هم. چه میدونم چیکار کنیم؟ من میگم شاید سارا و نیما با هم رفتن. چیزی میزنی؟ فیلم هندیه مگه؟ سارا و نیما با هم رفتن، آریا رقیب عشقی رو کشتن، از کشور خارج شدن. آریا ببخشید منظوری نداشتم. استراحت کنیم، صبح همجا پاشیم بریم در مدرسه سحن. یه ردی از سارا پیدا میشه دیگه. نه بابا منو بذار تو هم برو خونه. خب چیکار کنیم؟ من نمیدونم. نیما حافظه‌شو کامل از دست داده. تا الان هم اگه اتفاقی براش نیفتاده باشه حتما گم شده. تو نگران نیمایی؟ نه نگران تو هم. آره اون که میدونم، ولی من باید درسم تموم شه. خفه شو. بی ادب، نمیخوری ببرم پس بدم. گفتم که میل ندارم. بس میدم بابا، نخواستی. زود باش ببریم. گفتی کارش چیه؟ ساب پاساژه. خودت چی کاره بودی؟ نه بابا، تو همین مغازه لوازم آرایشی کار میکنه. اوضاع زندگیش خوبه؟ خوبه لابد دیگه. اونهاشون مانتو سبزه. بابا تو کجا داری میری دوباره؟ ولش کن دیگه عزیز من دیگه. ببخشید خانم. مزار روزی که اشتباه گرفتم. حالش برو. چی شد؟ برو. ببین من باید برم خونه، یه سر کار دارم. بابا من به تو برگشتم گفتم زنم داره میره دبی، باید برم فرودگاه به سر و زندگیم برسم. باشه زور بیارش خونه دیگه. او کجا بریم؟ برو هر جا دلت بخواد برو. چی دربن یا درکه؟ برو. کی؟ منو میخوام بخرن؟ من برم طرف اونا؟ اگه راست میگه اسمشونو بگو. شرط میبندی نمیتونی. ببین رو در اون دفتر ریاست تله انفجاری میذارم، 1000 تیکت میکنم. شرط میبندی؟ آرمان نرسید؟ نه رفته دنبال کارهای پزشک قانونی. ازش خبر ندارم اما بعید میدونم به ما برسه. هر موقع ازش خبری نمیشه یه خبر بد از طرفش میاد. این روزا خیلی به هم ریخته است. برای پیگیری پرونده اردلان هم ما زودتر باید دست به کار بشیم. مجوز میخواد، نامه‌نگاریاش باید انجام شه. یارو خیلی دم کلفته حاجی. نه لازم نیست. تو این روزای انتخابات و این شلوغکاری روزنامه ها فقط مونده ما اختلال کننده در امر انتخابات شناخته بشیم. پس چیکار کنیم؟ هیچ کاری نمی‌کنیم. گاهی موقع باید صبر کرد و دید اوضاع چجوری میشه. نمیدونم. در مورد موبایل این پسرم ما هنوز به اطلاعات کاملی نرسیدیم. این هم لیست تماسشه. احتمالا هرچی که توش هست مربوط به اندشه. از تو تصادف چند تا سیم کارت پیدا شد. همش سوخته بود جز یکی. اطلاعات اون یکی رو هر چه زودتر میخوام. بله چشم. ببینم از مرگ امیر پارسا دقیقا چی میدونی؟ یه چیزایی میدونم. چطور؟ هیچی. به نظر من مستقیما به این اتفاقا ربطی نداشته. هرچند مطمئنم عضو تیم آسپرین بوده.
ببین تو اطلاع ثانوی از این پرونده با هیچ کس هیچ حرفی نمیزنی. چشم. این اتاق یک موش دهن لق گنده داره، خبرات درز میکنه، امن نیست. من فکر میکردم این اتاق امن‌ترین جای دنیاست. اتاق امنه، آدماش باید امن باشن که بگذاریم. برو سراغ کار زندگیت. چشم. مرخصی. پایزتون. اومدی؟ سیگارا آشغال شده بابا، همه رو باید پاک کنی بکشی. نیستم بابا، آب شدن رفتن تو زمین. هیچ خبری ازشون نیست. یعنی چی نیستن؟ کجا؟ نمیدونم. یه ساعت رفتم به مدیر اصلاح التماس که بگین کجا رفتم، من کار واجب دارم، نگفت. گفت ما نمیتونیم اطلاعات بدیم. اومدم از این معلمه خواهش کردم، میگه که چند روز مدرسه نیومده. بابا 10 تومن میز شکف دستش، میگفت کجاست دیگه به فکرم نرسید. هنوز چیکار کنیم؟ من نمیدونم چیکار کنیم. من رد کردم دیگه، هر چی به مغزم رسید گفتم دیگه. اینجا به بعدش نمیدونم چیکار کنیم. بریم خونه. کاری ندارم. چیکار کردی؟ زنگ زدی یا نه؟ داشتی سیگارتو تمیز میکردی؟ زنگ زدم، گفت تو لیست پرواز نبوده دیگه. با مترو که نمیرن خارج. عصبی میکنی منو، رو به سیگار بیارم به خدا. الان کجا میخوای بری تو؟ بریم خونه دیگه. آره. در چرا بازه؟ چی شده تو؟ هیچی. لو رفتی؟ نامحبوب. برگشته؟ نه بابا سامان. باشی؟ بشین همینجا. چیه؟ سر خرج و کفنه. نامحبوب من که پول نداشتم دیگه. هرچی پول داده بودم برای بازی خرج کفن دفع کردم. قضیه چیه؟ هیچی دیگه، داداشون به چخ رفته. پولای شرط بندی رو خرج کفن دفع کرد. والا چیکار کنیم؟ باید پول جور کنیم دیگه. چی جوری؟ یه مسابقه راه میندازیم، اما به روش من. مسابقه راه میندازی؟ زدن